اسادت غزال عنایت با غزل سادات. اما چرا رقابت و تقلید لباسهای غزال عنایت از غزل سادات و ابراز نظر جالب با باور نکردنی غزال عنایت درباره این هنرمند و تجار موفق افغانستان؟ غزال عنایت اکنون در کدام کشور زندگی می کند؟ دلیل اسادت و رقابت وی با این هنرمند چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت یکی از هنرمندان پر از سر و صدا ولی با استعداد موفق که طرفداران و منتقدانش در سرتاسر جهان بیشمار می باشد. غزال عنایت بیشتر از 10 سال می شود به طور مسلکی و علمی و کارهای هنریش ادامه می دهد. وی شاگرد موفق و با استعداد استاد نظیر خارا بوده است و نظیر خارا چندین آهنگ دوگانه با غزال عنایت سروده است. غزال عنایت بعد از رفتنش به کشور کانادا ویدیو کلیپ های ساخت و در ویدیو کلیپ هایش ظاهر شد. غزال عنایت در رابطه هنری خوبی با قیس الفت بوده است و همیشه به خاطر ساختن آهنگ هایش از قیس الفت کمک می خواهد. جدیداً غزال عنایت به خاطر کارهای هنریش به کشور دبی سفرهای بیشماری داشته است و در آنجا با غزل سادات اسادت و بخیلی خودش را در صفحات مجازی ابراز کرده است. غزال عنایت همیشه تقلید لباس ها از غزل سادات کرده است. غزل سادات از جمله موفق‌ترین و با استعدادترین هنرمندان افغان بوده است که وی تجارتش در سرتاسر امارات متحده عربی موفق و کامیاب بوده است و یکی از خانمان تجار در آسیا می باشد. ولی غزل سادات ابراز نظر درباره گفته های جدید غزال عنایت نداشته است، ولی هر کس خودش می داند طرز زندگی و فکرش. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران غزال عنایت و غزل سادات به اشتراک بگذارید. صحت و سلامت برای شما خوبان آرزو دارم. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق باشید.